علمای ما در مکتب معلمی نمیکرد و مکتب کفر میگفت او نه مکتب او را میپذیرفت. امروز ما علمای خود توصیه میکنیم ای علما با زور با واسطه خود در مکاتب داخل کنی، بری اوجا اولادی وطنیتان است تعلیم بده دین. یک کمونیست در اونجا به کمونیستیت دعوت میده، تو در مقابلش استاد شو، نظریه شاگرد بگردان، دلیل برش بگو، قناعت برش بده، نظریه کمونیستی را به منطق و دلیل میده بکن. میدان به مردم اعلام کردیم، باز میگیم چرا مکتب کفر است. مکتب کفر نیست، تو گرفتی کفر جور کردیشن، موقع به مردم اجنبی بیگانه دادی و آمدن کار کردن. ندی موقع. دو ایسه کم است برای بچه یا زیاد است؟ کم است. امیالی که 2 ایسه برای بچه سنوزم کم است. دختر تا وقتی که در خانه پدر است نان و نفقیش مکمل سری پدر است. زمانی که توی میشه نان و نفقیش سری شوهر است. چیزی زیادی هم در دستش آمده که مهرش است، پولش هیچ مصرف نشده، مهر زاید اموتور است. میراث که برش رسیده 1 ایسه او هم است، مهر هم است، میراث هم است، نان و نفقه و خرج مصرفش یا سری پدر یا سری شوهر است. 2 ایسه مال اموتور بدون کدام مصرف امیتور باقی مانده. بچه 2 ایسه را گرفته، آلی که 2 ایسه را گرفت مهر دختر را پرداخت، نان و نفقه اولادا و از زنش هم سری عزیزته. حالی بگوی که ایسه دختر زیاد شد یا ایسه بچه زیاد شد. لیکن این قرآن کریم در جامعات تلاوت نمیشد، ترجمه نمیشد. محصل ما که میرفت در بورس اینی سوال پس می آورد، قدر برش گرنگ قوی معلوم میشد که والا راستی هم اسلام ظلم کرده، نعوذ بالله. خبر نبود. زناکار چرا رجم کنیم؟ وی تقاضایش است. دزد چرا دست قطع کنیم؟ اگر از دکتر پرسان کنیم که یک مریضی دی بدن چی شده؟ شروع کرده، مریضی بادخورک است، گوشتا خورده میشه، همینطور بالا میه، دکتر چی میگه؟ عملیات میشه. پایم مین زده، آلی ایجا را مین زده، ایجا خود جور است. نه این گوشت سیاه میشه، این استخوان سیاه میشه، از ایجا قطع میکنیم. چرا قطع میکنیم دکتر؟ به خاطری که پای از دست بره خیر است، یک عضو است، اینطور نشوه که اگر این همیطور بانیم کلی وجودش از بین نروه. به خاطر از اینکه دیگه وجود سالم باقی بمانه یک عضو دور میکنیم. این کافرها، این بدبختا این نکته را نمیدانه. ما عضو فاسد قطع میکنیم. دزد عضو فاسد است، زناکار عضو فاسد است، قاتل عضو فاسد است. از جامعه ای را دور میکنیم. اگر دور نکنیم دیگه جامعه هم بلوث میشه، کل جامعه خراب میشه. تو تالی ری گپا را درک نکدی، تو فلسفه اسلام نمیدونی. نشده بود قرآن تفسیر نشده بود، به مردمی سوالای خیلی بزرگ بود که والا اسلام هم ناقص است، نعوذ بالله. قرآن اینجا برعکس آن تصوری که در زمان جاهلیت در حق دخترها بود، الله متعال میگه حق دختر اول قرار داد، حق بچه را سرش قیاس کرد. فإن كن نساء فوق 2، اگر باشه امی میراثخورا زنا باشه، فوق 2 زیاد، یعنی دخترها باشه زیاد از 2 و حکم 2 هم امی حکم زیادت داره، او در حدیث ثابت شده. فلهن برای دخترها ثلثا ما ترکه، 2 ثلث او مالی است که وا گذاشته مرده، یعنی مال 3 ایسه شوه، 2 ایسهش به دخترها داده میشه، 1 ایسه باقی میمانه، او برای پدر یا رشته دار دیگه کی است. و این کانت واحدتا، اگر امی دخترها یکی باشه، فلها نصف، برای از این نصف است، مال 2 ایسه که نصفش بر ازی بده، باقی به دیگه وارث. ولی ابویه، برای پدر و مادری مرددار، لکل واحد منهم السدس، برای هر کدامش 6 ایسه است، مما از مالی که ترکه گذاشته، کی ان کان له ولد، اگر اولاد برای ازی بود، اگر مرده اولاد داشت 6 ایسه را پدر و مادر میگیره، دیگه کلش از اولادش است. فَإِلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نداشت، و ورثه ابواه، تنها پدر و مادر وارثا بود، فلأمه الثلث، برای مادرش 3 ایسه است. 2 ایسه را پدر میگیره، 1 ایسه را مادر، مثل که بچه و دختر امی رقم حصه داشت. فإن کان له اخوة، اگر برای امی مرده برادرها باشه، دیگه اولاد نداشته باشه، فلأمه السدس، برای مادرش چی است؟ 6 ایسه است. من بعد وصیت، کل معاملاتی که بیان کردیم
پس از کدام حالت است؟ من بعد وصیت، پس از اجرای وصیت است. یوسی که وصیت کرده می مرده بها به او وصیت، او دین، پس از اجرای دین است. اینجا وصیت مقدم ذکر کرده، پشت سرم وصیت مقدم ذکر میکنه، حالا که دین مقدم است از وصیت کرده. چرا وصیت مقدم کرده؟ وصیت مزنه یا محل گمان عزیزت که کسی ایره جاری نسازه. چرا؟ مرده که گفت یک گپه، آلی ورثه میگه که او پدرم یا این گپه گفته بود و فلانی فلانی، چی کاره که برش بدیم؟ یک مرده خو میگه صدقه جاریه باشه، اینمی مالم دا فلان مدرسه باشه، ای آلی مال برای شیرینی میکنه، برای مدرسه را چی میکنیم؟ چرا خودم قند و قرود کده نمیخورم؟ الله متعال وصیت پیش ذکر کرد از دین، اشاره به این کرد مثل که دین واجب الادا و ضروری است، اجرای وصیت هم امیر رقم ضروری است، ولی به شرطی که وصیت مشروع باشه، وصیت روا باشه، از سوم حصه مالش نافذ میشه. آباؤکم و ابناؤکم، این میراث سلسله میراث الله گذاشته بنابر یک حکمت که پوشیده است از ما، تو نمیدانیم. الله متعالی میراث به طور گذاشته که تو نمیدانی، عقل خود در اینجا نجنگانی. تو میگی که والا هر کس برای من نفهمند است، برای از اول بعد بدم. الله میگه تو نمیدانی که کی برات نفهمند است. آباؤکم، پدرایتان، و ابناؤکم، بچایتان، لا تدرون، نمیدانی ایهم کدامی از یا اقرب، خیلی نزدیک است، لکم برای شما، نفع از روی نفع. چرا؟ حقیقت حال خو الله میداند، تو خو نمیدانی. فریضة من الله، مقرر کرده شده است می میراث، حصه های میراث من الله، از جانب الله. این حصه ها را الله مقرر کرده، کمی زیادت تو به یک وجه کرده نمیتونی. گفته نمیتونی که فلانی خان ما زیادتر میدیم، چرا؟ حاجتمند است. فریضة من الله، مقرر کرده شده حصه های میراث از جانب الله متعال، زیادت و کمی دهی شده نمیتونه، کسی عقل جنگی نمیتونه. ان الله، یقینا الله متعال، کان علیما، هست علم داره، مطابق مصلحت الله تقسیمات کرده، حصه مقرر کرده. ما تو علم نداریم، حقیقت علم امروی ما تو نیست. حکیم و حکمت والاست، یعنی موافق علم خود و موافق حکمت خود، همه حصه ها را مقرر کرده، دایی و حکمت است. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، برای شما نصف ما و مال از ترکه که گذاشته ازواجکم، زنای شما، ان لم یکن لهن ولد، اگر خودشان اولاد نداشته باشه نصف میبری. زنیت است مالش باقی مانده، آلی اگر اولاد نداره موزن، خدا کنه که از تو باشه او اولاد، یا از شوهر دیگهش باشه، اولاد نداشت، زوج شوهر نصف مالش به میراث میگیره. فإن کان لهن ولد، اگر برای زن اولاد باشه، از خودت باشه یا اولاد از تو پیدا شده باشه یا از شوهر دیگهش باشه، فلکم الربع، برای شما شوهر چهارم حصه است. مال 4 حصه، یک حصه برای شوهر، دیگه به دیگه وارثا. مما از مالی که ترکنا، گذاشت همی زنایتان، من بعد وصیت، پس از اجرای وصیت، یوسینا که وصیت کرده زنایتان بها بمی وصیت، او دین، پس از ادای دین، قرض و وصیت تکمیل شده باشه، بعد از او برای شما میراث میرسه. ولهن، به زنایتان الربع، چهارم حصه است، مما از مالی که ترکتم، شما گذاشته، ان لم یکن لکم ولد، اگر شما اولاد نداشته، خدا کنه که از همون زن باشه یا از زن دیگه تان باشه که اولاد مطلقا نبود، چهارم حصه را زن میگیره. فإن کان لکم ولد، اگر برای شما اولاد بود از امی زن یا از زن دیگه، فلهن، آلی برای زنتان، الثمن، و هشتم حصه است که ما شما 8 میگیم، مما از مالی که ترکتم، شما گذاشته، من بعد وصیت، پس از اجرای وصیت، توصونه که شما وصیت کرده، بها به او، او دین، پس از ادای دین. و این کان رجل، اگر باشه شخصی یورث که به میراث برده میشد، کلالتن، کلاله کسی را میگه که نه اصول داره، نه فروع، نه پدر، نه جد، نه بالام نداره، نه پایین اولاد، نه واسه کواسه یام نداره. او امرأتون، یا زنی باشه که وفات میکنه، کلاله باشه، و لهو اخون، برای نمی مرده که برادر باشه. مراد از برادر اینجا اخیافیست، کسی که مادر قطیست، دیگه برادرانه. او اختون، یا امشیره باشه، یا از مادری، امشیره مادری، فلکل واحد منهم السدس، برای همی برادر و خواهر هر کدام ششم حصه داره. در یک حصه میراث که مرد و زن مساوی حصه میگیره، این همیسته که یک آدم وفات میکنه و برای از دیگه میراثخور باقی نمیمانه، بغیر یعنی اصول و فروع باقی نمیمانه، امشیره و برادری چی داره؟ اخیافی مادر قطی داره.
اینمی اولاد مادر قطعی همشیره و برادرت یک قسم میراث میبره. اینطور نیست که مذکر زیاد ببره مؤنث کم، هر دویش مساویانه چی میبره. فان کانوا اکثر من ذلك، اگر از یک تا زیاد بود، دو تا بود یا از دو زیاد بود، فهم شرکا فی الثلث، در سوم سه مال یا کلشان شریک است. یک آدم اصول و فروعش باقی نمانده، وفات کرد، خو ای برادرها و خواهرای مادر قطعی داره. اگر از دو زیاد هستند، دوستن، 3 4 5 مذکر هستند یا مؤنث، کلگی علی السویه سوم سه مال میگیره. سوم سه مال میگیره، در بین خود مساویانه تقسیم میکنه، فرق مذکر و مؤنث نمیشه. من بعد وصیت، پس از اجرای وصیت، یوسا که وصیت کرده شده، بها بینمی مال او دین، یا پس از ادا کردن دین، غیر مضار، در حالی که ضرر یعنی ضرر رساننده نباشه کسی دیگره. کدام وصیتی یا دینی که باشه این ضرر رسان نباشه. وصیت و دین ضرر رسان کی را میگه؟ حالی تو وفات میکنی، دمی وقت وفات خود سری کسی قرض داری، از دروغ میگی که قرض برام داده، به خاطری که ورثه نگیره بان بر ازو بمانه، این ضرر به ورثه رساندی. یکی یا ایست که دمی موقع دین کسی سری تو نیست، تو میگی که فلانی سرم قرض داره اینی قدر، به این خاطر که پیسه بر ازو برسه، این ضرر به ورثه رساندی. حق ورثه بود در مال باقی. در وصیت هم اینطور است. وصیتی که ضرر میرسانه کدام است؟ بنا حق امی اقربایت خویشاوندایت که میراث تو را میگیره، تو لیازی از ایره نمیکنی، یک اجنبی را چی را برش وصیت میکنی که بده بری ازو. نکو، اول اقربایت حق سری تو داره. باز یا ایسته که وصیت نکرده خوی طور میگی و نمود میکنی که ما وصیت کرده، یا ایسته که نعوذ بالله وصیت در کارهای غلط میکنی، در کارهای غلط او را میگه که نامشروع است. از همون خاطر وصیت هایی که میکنه که بعد از ما ختما کنه یا دیگار بار کنی، وصیت ها باطل وصیت است، این وصیت های مضر است. حق ورثه در مال تعلق میگیره، وصیت های تو قابل قبول نیست. از او خاطر علامه ابن عابدین رساله مستقل نوشته کرده که وصیت ها باطل است، این نافذ نمیشه. این نیست که نافذ شود. چرا؟ به خاطری که مضار است، ضرر رسان است. وصیت من الله، تقسیم به اعتبار شرع، وصیت از حکم محکم شده من الله، از جانب الله، مطابق دستور و نقش الله باید تقسیمات شود. والله علیم حکیم، الله علیم است، میدانه که کی مستحق است، حکیم حکمت والاست. هیچ معامله و قانون بدون حکمت و مصلحت الله دستور نمیده. تلک حدود الله، ای قوانین و ضوابطی است. تلک حدود الله، ای قوانین و ضوابطی الله است، ای احکام الله است. حد او را بگه که اندازه شده باشه، برای خود سرحد داره، پلوان داره. در احکام الله متعال زیادت تو کمی نمیشه. رمضان هم پلوان داشت، گرفتن به دیدن بود، خوردن به دیدن، پلوان داره. بی پلوان تو نمیتونی پیش یک روز روزه بگیری. ندیده تو روزه میگیری، حدود الله را میده میکنی. در میراث هم اینمی قسم، این حدود الله است. کدام حصه که به کسی مقرر شده از او حصه زیادت تو کمی نمیشه. والله علیم، الله علیم است، میدانه تمامی مصلحت ها و رازا را. حلیم، بردبار است. کسایی که امینجا زیاده روی ها میکنه، زود انتقام نمیگیره، موقع میده که تو باش چی میکنه. دمین مالای میراث هم نعوذ بالله گاهی او طرف خدا میزنه، گاهی طرف اینمی او طرف ای طرف. مثل که پیشتر غلام الله صاحب سوال کرد، امی طرف و طرف است. یا زود تقسیم نمیکنه مال میراثه، با این بانه که ما مصرف کردیم، ما دوا گرفتیم، ما ای کردیم. اینی را میگه نعوذ بالله خود شانه را خالی کردن از تقسیم میراث. یا ایست که حق صراحتا نمیده، حقی همشری خود نمیده، حقی چیست دیگه میراث خور نمیده. اینی را شانه خالی کردن. بس مرده وفات کرد، دمی ساعتی که پس میاین باید بشینه همه مال مرده را اول دین خلاص کنه، وصیت نافذ کنه، چیزی که باقی میمانه بین ورثه خرد از کلان از تقسیم کنه. پس از او هر کس از تقسیمی خود کدام تصرفی که مثل که در مال خود میکنی، اونو تصرفات بری تو جایز است که تو تصرف بکنی. از مال مشترکی کارا را کرده نمیتونی، نیسته. امروز مسلمانای ما کسی هم آماده نیست که از زمین میراث به خواهر خود بده، حقیش است، نمیده. یک قدر خفه میشه. خورزاده اگر طلب کرد، اوه میگه حرامزاده است، نعوذ بالله. نسبت زنا را به همشیری خود میزنه. چرا؟ به خاطر مال و متاع دنیا. ما اونمو مسلمان هستیم،
حالان که نسبت زنا را به یک بیگانه بگی کرده نمیتونی، اگر کردی یا 4 شاهد تیر میکنی پشت سر نامادر رو یا ایست که حد قذف میشی، دره زده میشی. لیکن در این موقع که وقتی مادیات از پیشت گرفته میشه غمی همشیری تام نداری، باز میگی که خورزاده مرامزاده است. نعوذ بالله. چرا؟ به خاطر که حق خدا طلب داره، حق خدا طلب داره و حرامزاده میشه. تلک حدود الله، این قوانین و ضوابط الله متعال است. یعنی اینی احکام منضبط شده در بین پلوانا، در بین حدود. این احکام الله متعال است. و من یطع الله و رسوله، کسی که طاعت الله را میکنه یعنی پابندی نمی قوانین میکنه، و رسوله تابعداری پیغمبر را میکنه، مطابق نقشه و دستورات پیغمبر ای را اجرا میکنه، یدخله الله داخل میکنه ای تو را دم جنات، در باغایی که تجری روان است من تحت ها، در زیر درختها قصرایش الانهار و جویا، خالدین فیها همیشه دش میباشه. و ذلک الفوز العظیم، داخل شدن در جنت کامیابی بزرگ است، الله نصیب امام کنه. و من یعص الله، کسی که نافرمانی الله را میکنه، قوانین و حدود الله را در نظر نمیگیره، عقل جنگی کرده است، به نظر خود تقسیمات شروع میکنه، و رسول او معصیت نافرمانی پیغمبر را میکنه، به دستور و نقش پیغمبر نظام الله را، حکم الله را عملی نمیسازه، و یتعدى تجاوز میکنه حدود او از حد الله، کدام اندازه که الله مقرر کرده او را مراعات نمیکنه. یدخله نارا، داخل میکنه ای را در آتش، خالدن فیها، که همیشه در آتش است، و له عذاب مهین، به این طور آدم عذابی سبک کننده است، رسوا کننده عذاب الله برش میده. چرا؟ به خاطر که مقابله کرده با احکام الله، حدود الله را مراعات نکرده، عقل جنگی کرده، عقل خدا پیش دانسته از چی تقسیمات و نظامی که الله متعال کرده. واللاتی یاتین الفاحشه، بله از یک طرف الله متعال توصیه محکم کرد که در حق زنا بسیار رعایت شود، حقوقشان پایمال نشود. آیا این توصیه های الله متعال این معنا را داره که زن اگر هر قدر بی‌مهار هم شود دیگه هر کاری که میکنه بکنه، مثل امروز زنا بی‌مهار است، اکثریت، ولی اکثریت بی‌مهار است. شود خانه شوهر میاد نان نیسته، کجاست؟ زن گم است، کجاست؟ رفته چکر. کجا بودی زن؟ 9 بجه میاد. لیسی مریم رفته بودم، یک قدر ازدحام رش بود از موتران نو رسیدم. عجیب است. دختر ده کی مانده بودی؟ بچه ده کی مانده بودی؟ نه، او گپا نیست. ایرا میگه بی‌مهاری، هیچ معلومات نیست که چی بکنه. اجازه ای گپا نیست که شوهر اجازه بده یا نده. هر طرف کی رفت چکری خدا بزن، در تفریحگاه ها میره، در هر جایی که میره. نه، قرآن برات میگه که نه، او طرف حقش رعایت کو، ادناترین ظلم در حقش نکنی. خب او طرف جلویش مکمل اعلان نکو که هرچی میکنه بکنه. واللاتی، و زنایی که یاتین آمدن میکنه بالفاحشه، بکار زنا، نعوذ بالله، بحیایی، من نسائکم، از زنان شما که در نکاح شماست، فاستشهدوا علیهن 4، شاهد بگیره بالایشان 4 منکم، 4 شخص از خودتان، یعنی مردا باشه زنا نباشه. این شاهدا باید مردا باشه، او مسلمان باشه، عاقل باشه، آزاد باشه، غلام نباشه، او بالغ باشه. این شرطا دیش است. فین شهیدو، اگر 4 نفر شاهدی داد که بله این زن زنا کرده، فامسکوهن، تا او زمان الله حکم جدید روان نکرده بود. الله فرمانشی بود فامسکوهن، نگاه کنی زنایتان، فی البیوت، در خانه ها، حتی یتوفاهن الموت، به حکم قاضی ای را باید نگاه کنی تا ای که وفات بکنه یاره، الموت، مرگ سرش بیا، باز برو خلاص شوه. در غیر از او همینطور بندی باشه. چرا بندی باشه؟ اگر اعلا بکنی حالی خود دیگه جزا مقرر نبود و تو طلاقش دادی، میره دیگه زنا میکنه، نعوذ بالله، بندی کشه. او یجعل الله لهن، یا میگردان الله برایشان، لهن، برای همی زنایی که زنا کرده، سبیلا، رای بیرون رفتش الله بیان میکنه. الله رای بیرون رفتش بیان کرد. حدیث ابن عباس رضی الله عنه ماست که الله را بیان کرد برای او زنانی که توی شده سنگسار است، برای زنانی که توی نشده اون آیت صریح در سوره نور است که الزانیة و الزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده آمده، 100 دوره زدن است. اما زنانی که توی شده هستند
او توسط حدیث ثابت شده. عمر رضی الله عنه میگه که ما میخواندیم این کلمه را که الشیخ و شیخوخه اذا زنیا فرجموهما، رجم کنه، سنگسار کنیشه. میگه این آیت تلاوت میشد، باز تلاوتش منسوخ شد، حکم باقی ماند. چرا باقی ماند؟ پیغمبر معز رضی الله عنه را سنگسار کرد، غامدیه رضی الله عنها را سنگسار کرد، یک یهودیه را سنگسار کرد. در زمان خلافت ابوبکر رضی الله عنه سنگسار جاری بود، اجماع امت سری شد و این حکم همینطور باقی مانده که سنگسار میشد. الله متعال در ابتدای امر کسی که کدام زنی که کار بی‌حیایی میکرد به شوهرایش حکم داده شده بود که فقط بندی کنه تا وقتی که مر سرش بیاد. یا است که الله حکم جدید بفرسته، حکم جدید آل فرست، آل دیگه این حکم باقی نمانده که بندی کنه بس در محکمه پیش میشه، ثبوت بعد پیش بکن. تنها باقی ماند که زنا توسط 4 شاهد ثابت میشه، یا به اقرار خودی زن یا به اقرار خودی مرد. دیگه زنا چرا 4 شاهد؟ الله در دیگه معاملات 2 شاهد کفایت میکنه، او در دیگه معاملات امرای مرد زنم کافی است شاهدیش، اما در این معاملات زنا را قطعا شاهدیش تنها قبول نمیکنه و نه زنا باید شاهدی داده شود. و همچنان 4 شاهد مقرر کرده. علتش است که اگر همی قدر سختگیری در این معامله نباشه، روزمره این معامله شروع میکرد. یک آدم دیگه قارش می آمد به یک زن، مثلا زن دیگه کس بود، میخواست که نمیره در نکاح خود بیاره، آلی در نکاح دیگه کس است، دیستی تهمت زنا را سرش میلگانه. آسان کرد خلاص. یا همی قسم در بین خانواده زنی برادر خود دوست نداره، دیستی تهمت زنا را سرش میزنه. نظام مقدس اسلام در مسئله شهادت امو معیار اعلا را مقرر کرد که 4 شاهد است. و بعضی مفسرین میگه 4 به خاطری که معامله 2 جانبه است، 2 شاهد از یک طرف، 2 شاهد از دیگر طرف. و شاهدا شاهدی خیلی دقیق بده، اگر دقیق نده یا حد قذف زده میشه. از امو خاطر نسبتی جرم به کسی کردن گپی عادی نیست. خب اگر یک نفر یک آدم دید، اگر زنی خود دید یا دیگه کسا، و این توانمندی نداره 30 نفر دیگر از کجا پیدا کنه؟ تا پیدا کردن خو یا کاری خود خلاص میکنه. در این صورت این دیده چی باید بکنه؟ اگر اجنبی باشه در حکومت اسلامی میگه که اینمی مردم کاری ناروا کرده، صراحتا نسبت زنا را نمیکنه تا که حاکم وقت چیزی که ثواب دید است لازم است اما قسم یک جزا را به می بده، یعنی او را تعزیر گفته میشه. تو راپور میدی لیکن شایدی صراحت زنا را نمیدی، اما تو گنگ گپ میزنی، او حاکم آلی ای را تعذیب میکنه، تعزیر میکنه، هر جزایی را که برش تعیین میکنه. اگر در مورد زنت باشه، در مورد زن لعان است، لعان میشه که اینی زن اینی کار کرده، او میگه اگر اقرار کرد که کردم خونه پشت جزای خود میگره، گفت که نه نکردم، در بین خود لعان میکنه که در سوره نور چیستا آمده رایسته، در اونجا بیان شده. والذان یاتیانها منکم، او کسانی که آمدن میکنه به فاحشه یعنی به زنا منکم از جمع شما، فاذوهما یا را اذیت بده، فان تابا اگر یا توبه کردن و اصلحا در آینده خود اصلاح کردن، فاعرضوا عنهما روگردانی کنه یا را دیگه طعن و لعن نگوی. ان الله کان توابا رحیما، یقینا الله متعال بار بار توبه قبول کننده است. توبه عبد خدا بنده خدا با وصفی که گناه بزرگ انجام داده قبول کرده نیست، رحیما رحم کننده است، محو میکنه گناهش اگر توبه واقعی کرد. مفسرین 2 نظر داره. یک تعداد قائل است که یام دمی حکم زنا بود، کسی که زنا را کرده با وصفی که بندیام کرده یک چیزی آزار و اذیت هم برش برسه. آزار و اذیت ابن عباس رضی الله عنهما میفرمه که ملامت کنه شب چی طعن برش بگوی که ای بدبخت اینطور، و گاهی یک کم کم چخام کنه شه که یک کمی بفهمه. لیکن این آیت گفت فعلا منسوخ شد، چرا که جزای مشخص الله برش مقرر کرد. حالی در زبان آزار و اذیت به کسی داده نمیشه. دوم طایفه از مفسرین قائل به است که در حق زنا نیست. اینجا واللذان صیغه مذکر است، این در حق هم جنس بازی است که مردا عمل قوم لوط علیه السلام انجام میدن چی از واسطه. والذان او کسانی که یاتیان آمدن به می فاحشه گری میکنه منکم از جمع شما، یعنی از راه طریقی غیر فطری عمل جنسی را انجام میده، فاذوهما یا را اذیت بده. اذیت چی است؟ قرآن خود گفت که اذیت بده. اذیت در زمان ابوبکر رضی الله عنه یک نفر همینطور پیدا شد. خالد ابن ولید رضی الله عنه حاکم بود،
همینطور آدم پیدا کرد آورد پیش ابوبکر رضی الله عنه گفت این خو عمل قوم لوط علیه السلام میکنه. ابوبکر رضی الله عنه صحابه را جمع کرد، در بین علی رضی الله عنه آمد. علی رضی الله عنه گفت که جزای ازی چرا این عمل غیر از قوم لوط علیه السلام دیگه کس انجام نداده؟ قوم لوط الله سوختانده، داسمان بالا کرده پس زده شده زمین، یا همینطور شود. ابوبکر رضی الله عنه امو لوطی را مکمل چی کرد؟ سوختان شد. در شریعت اسلامی برای از جا سخت سزا، در حدیث همینطور میاد که این اردو را قتل کنه شه، یعنی هر دو نفر قتل بکنه. این حالی جزاهایی که در اسلام به اینطور مردم داده شده، گاهی از کوه خطا داده شده، گاهی دیوال سرش چپه شده که نام و نشانی ازی گم شود. یعنی از زنا کردن این عمل زشت عمل است. ببینید جامعه غربه چقدر زندگی حیوانی وجود داره، افتخار دارن به این گپا، از روی تلویزیونا و این گپا نشر میشه. یک زندگی حیوان صفت، نعوذ بالله. مردم هنوز هم فرفتی و سازوباز زندگی غرب است، دموکراسی است. از او خاطر این عمل سختترین عمل است. چرا؟ عمل خلاف فطرت است، خلاف فطرت است. یک پادشاه عبدالملک ابن مروان وقتی که آیت قرآن شنید یک دم چی شد؟ گفت نه اگر قرآنی گپا نمی گفت ایش در ذهنم نمی آمد که آیا در جهانی طور کسی پیدا شود که عمل غیر فطری انجام بده. از او خاطر این سختترین گناه است. امی قسم عمل غیر فطری با حیوانات زنا کردن، نعوذ بالله. کسایی که با حیوانات زنا میکنه عیناً امو حیوان هم کشته میشه، آدم هم کشته شود.